هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمی بینم. اینقدر به من تلفن نکنید این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه، این تلویزیون کیه، افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم. من اهل خردورزیم. 30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن. به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن. روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو چی عقیدت چیه؟ به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمونتر شده، تاسوعا و عاشورا راه انداخته. مسعود رجبی تو غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا. این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش رو میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن. اونا هم عاشورا دارن. شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه میدارن؟ این بازیای طبل و سنج و نمیدونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا آمده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه های این چیزها رو داشتیم؟ این نمایش ها رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونید، خیلیاتون هم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه. در همین قرن 21 اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن. روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیله‌ای که به دنیا آمده و این که میگم طبیله چون توی تورات توی انجیل میگه توی طبیله استبل میگن، طبیله نمیگن. ببخش چون بعضی بعدشون میاد بعد گفت استبل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن. اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن قمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون جوری که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولک بازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقا هم همین جور بود. الان مسابقه دارن
کی طبلش گنده تره، کی شترش گنده تره، کی هنرپیشه های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستان بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن، 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهشت، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد. بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت. مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه ابوبکر، عمر و عثمان، علی بالاترین مقام در مشاوره رو داشت. آخوند شیعه میگه بی خود کرده و تو هم میگی با. روزی که ابوبکر اومد خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشیا. ابوبکر که دلایلش این بود چون ما از طایفه قریشیم، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستان گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد. پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید نه وحی بوده نه اللهیه نه الکی، سفره خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود. گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود. ابو سفیان گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این ور اون ور جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردند، چون